وجود مقدس پیغمبر اکرم، مقامش، مرتبهش چیزی نیست که ما انسان‌ها با زبان‌های قاصر و ناقص خودمون و با فهم‌های کوتاه خودمون بتوانیم او رو تصویر کنیم. ما فقط عشق می‌ورزیم، ما فقط اظهار اخلاص و خاکساری می‌کنیم، بیشتر از این کاری از ما بر نمیاد. پیغمبر کسی است که خدای متعال میگوید ان الله و ملائکته یصلون علی النبی، ذات مقدس پروردگار به او درود میفرسته، فرشتگان خدای متعال به او درود میفرستن. ما کی هستیم که بتوانیم مقام او رو بفهمیم، بشناسیم؟ اما به او محبت داریم، به او عشق می‌ورزیم، پای سخن او می ایستیم. این بایستی برای ما به عنوان یک اصل محفوظ باشه. پای سخن پیغمبرمون باید بایستیم. و او سخن توحید است، سخن اسلام است و او قرآن است.